سلام دوستان، روز بخیر. میخواستم یه پست آموزشی بذارم، یه چیزی که خودم کشفش کردم، این تازه امروز فهمیدم، میخواستم با شما به اشتراک بذارم. همه ما دوستان چند روز این مشکل دارم. ببینیم این که اگه به موقع تمیز نکنین یا بمونه خشک میشه، ما فکر میکنیم قابل استفاده نیست. اینو گذاشتم توی تینر 10,000، تینر فوری 10,000 توی ظرف دربسته. حالا من توی دبه گذاشتم، الان آوردم تمیزش کنم. گفتم چیکارش کنم، دیدم با این شونه های ریز خیلی قشنگ تمیز بشه. ببینین اینو من همین کار کردم، مثل این بوده. ببینین این شکلی بوده، شده این شکلی. اینم حالا ببین با هم امتحان کنیم. البته یه ذره اول اینا رو باید با دست چیز کنی، ناراحت هم اینم نباشید برای دستاتون. این تینر فراره، مثل بنزین. این خودش از دستتون پاک میشه و میره و تمیز میشه. یه ذره با دست تمیز کنین که شونه لاش بره. حالا اینم کثیف نکنیم. ببینین من خواستم این قلم ها رو دیگه بندازم بندازم بره. تا اینو یه شب گذاشتم، تقریبا یه روز، یه 24 ساعتی گذاشتم تو این تینر فوریه. گفتم با چی تمیز کنم، اینجوری به ذهنم رسید با این شونه ها. این دستا رو راحت ترم. ببینید بعضی جاش خیلی چسب داره، یکم سخته، ولی قشنگ تمیز میشه. ببین دیگه چقدر روون شده. یه ذره که چسبش تمیز بشه دیگه شونه راحت رد میشه، سریعتر هم انجام میشه. ببین این همون شونه خشک بود، اینجوری میشه. شونه نه قلم، حواسم رفت. ببینید چقدر داره تمیز میشه. اینا همه با تینر تمیز میشه.
پری رو سر صورت ببینید. میتونید ادامه بدید تمیزتر بشه، میتونید همینجوری هم استفاده کنید. ببینید چقدر تمیز شده. فیلمو از اول ببینید چه شکلی بوده، چقدر چسب داشت مونده بود، خوش شده بود مثل یه چوب خشک. کاملا تمیز شده مثل روز اولش. عمیق رو زمین راحت تر. حالا من میخواستم تو دوربین قشنگ معلوم بشه، آوردم نزدیکتر. تا این حدم ببینین قابل استفاده است. دیگه از این تمیزترم نکردین. بیشتر از این هم میشه تمیز کرد. این تینرم تو جای دربسته گذاشتم، دوباره میذارم یه ذره بازم بمونه، دوباره یکم تمیزترش کنم. ناراحت دستتونم نباشین، این مثل بنزین فراره، بوشم از دستتون میپره، بعدا میتونین با یه مایع دستتون رو دوباره بشورین. اینم در جا میبندم، دوباره قابل استفاده است. ببین دوباره بذاریم بازم چسبش در میاد، تمیزتر میشه. یعنی میشه میذار روز اولش. دوباره توش داره. شما بفهم. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید باشه. لایک کنید، سیو کنید، حمایت کنید. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و این پست آموزشی رو دیدین. مرسی.